اسکن کن شوکهشو و برو یه گوشه گریه. میخوای بدونی تا حالا چی می‌خوردی و چی می‌زدی به پوستت؟ بعد این ویدیو بهت قول میدم دیگه نمیتونی بی خیال خرید کنی. سلام دوستای خوبم، من هستم از کانال اشتور. ممنونم بابت لایک و سابسکرایبتون. مرسی بابت حمایتی که از کانال من میکنید و بریم با یه ویدیو جذاب دیگه در خدمتتون باشم. حالا شده یه چیپس با خیال راحت به عشق بازش کنی، شروع کنی خوردن. ولی او یکی بیاد دیگه چیه داری میخوری؟ همچی بزنه تو حالت گرفته شه. اپلیکیشن یوکام دقیقاً همین کارو باید میکنه. فقط کافیه بارکد محصول اسکن کنی، بعد یوکام میاد عین خانم مارپل همه چی در مورد این محصول بهت لو میده. سالمه، مضر، مواد افزودنی داره، جایگزین بهتر داره، همه رو لو میده. حالا اگه جرأت داری بسم الله دانلودش کن. بهت قول میدم شوکه میشی، چون بعد از این نصف چیزایی که دوست داشتی رو نه میخری نه میخوری. پس اگه واقعا میخوای بدونی چی میخوری و چی میزنی به پوستت، اپلیکیشن یوکا رو از اپ استور و پلی استور دانلود کن، کاملا مجانیه. در مورد مواد غذایی، ترکیب محصول، میزان قند، نمک، چربی اشباع، افزودنی‌های مضر و آلرژن ها، و در مورد محصولات آرایشی بهداشتی، ترکیبات شیمیایی مثل پارابن، فتالات، سولفات ها و آلرژن ها رو بهتون نشون میده. سبز اکسلنت، زرد گود، قرمز و نارنجی خدا نگهدار. پس بهتون میگم اپلیکیشن یوکا رو اصلا دست کم نگیرینش. یوکا این اطلاعات رو از سازمان‌های معتبر جهانی میگیره. WHO سازمان بهداشت جهانی، EFSA سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا، EMA آژانس دارویی محصولات بهداشتی اروپا و IARC آژانس بین‌المللی تحقیقات کنسر. در اروپا این مواد مضر رو در مواد غذایی و محصولات آرایشی بهداشتی اجازه ندارن استفاده کنن. ولی نورت امریکا دیگه همینجوری بچه‌ها واسه خودشون خوشحال و خندان میریزن تو محصولات غذایی بهداشتی. واسه همین حتما لازمه که این اپو دانلود کنی، تازه ببینی داری چی می‌خری چی نمی‌خری. بریم با هم چند تا رو اسکن کنیم. این چیپس‌های معروف میسویکی هست. 39 قرمز تمام اصلا کنسل. این چیپس‌های پاسا بسیار چیپس‌های معروفیه، خیلی هم خوشمزه است. 94 توییتایی که بچه‌ها خیلی دوست دارن، اورئو 18 این کوکی‌ها که خیلی معروفه. صفر نوشیدنی‌های نانو اسکن میکنیم. 32 ندیم به بچه‌هاتون تو رو خدا. شامپوی معروفی مثل اورال. صفر یه شامپویی هست به اسم نیتیو 93 از 100. هر چیزی رو نزنیم به سرتون. دودورانت رو امتحان کنیم. دودورانت داو 4 مثلا برند اولد اسپایس 72 سبز. برندها یه سری چیزاشون خوبه یه سری چیزاشون بده. مثلا این مورد اورال صفر. این اورال رو اسکن میکنیم 93 از 100. حتما اسکن کنید بارکد رو. خیلی خوشمزه که هممون میمیریم واسش. نوتلا ببینیم چی کار است. واویلا سی. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با من بودین. هر چی می‌خرید اسکن کنید تا مطمئن شین که دارین چیز درست می‌خرید و محصولات اشتباه رو از سبد خریدتون دور کنید. به فکر خودتون و خانواده‌تون مخصوصا کوچولوهای عزیزتون باشین. شیر کنید ویدیو رو برای دوستاتون. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. زنگوله رو بزنید تا ویدیو جدید من رو داشته باشید. مراقب خودتون باشید.